در بیش از 1 سال و 4 ماه جنگ غزه به ویرانه تبدیل یافته است. تقریباً بینایی نیست که اسرائیل با بهانه نابود کردن جنگجویان حماس به آن حمله نکرده باشد. پس از ماه‌ها بار اول است که ساکنان غزه به صدای ترکیش بمب و خطر مرگ شب را روز کردند. آنها صبح 20 ینور به جستجوی منزل‌هایشان رفتند. برخی هیچ آثاری از منزل زیستشان نیافتند و برخی هم منزلشان را نیمه ویرانه پیدا کردند. جمعه شادی ساکنی شهر نصیرت غزه خانه‌اش را در چنین وضع پیدا کرد. با وجود این او شاد است که صلح به باریکه غزه برگشت. وقف شلال الدم اللي بيصير هذا شعور لا يوصف. احساس خوبی دارم که خونریزی بس شد. شکر خدا که از این جنگ زنده بیرون آمدم. وقتی به خانه‌ام آمدم ویرانه شده است. این را با سخن تصویر کردن نمی شود. نمیدانم چی گویم. يعني الكلام لا يوصف. لا استطيع مش عارف ايش بتكلم. در اسرائیل هم از رهایی 3 گروگان حماس اشک شادی ریختند. این 3 نفر از جمله بیش از 200 نفری بودند که روز 7 اکتبر سال 2023 از جانب حماس ربوده شدند. آن روز جنگجویان حماس بیش از 1200 اسرائیلی را نیز کشتند که باعث حمله اسرائیل به غزه شد. با پرزیدنت ترامپ سپاس میگوییم که برای رسیدن به سازش تلاش کرد و با جو بایدن هم که ما را هیچگاه تنها نگذاشت. امروز میخواهیم بگوییم که ما باید برای پورا عملی شدن همه مرحله های سازش تلاش کنیم. اینجا کرانه باختری دومین مکانی سرجمعیت فلسطینیان است. محبوسانی که اسرائیل از زندانهایش رها کرد به این منطقه رسیدند. مردم از رهایی محبوسان و سازش آتش بس در خیابانها شادی کردند. در جنگ غزه بیش از 47,000 فلسطینی کشته شد که اکثرش زنان و کودکان بودند. مقامات اسرائیل را برای کشتن مردم آسایشته سازمان و کشورهای خارجی سخت تنقید کردند و به دادگاه کشیدند. اسرائیل همیشه تاکید داشت که به خاطر دفاع از مردم خود به غزه حمله کرده است. حالا آرامی حکم فرماست. معلوم نیست که این سازش آتش بس تا کجا پایدار میماند و جانبها آن را پایمال نمی کنند.